عجیبترین و خنده‌دارترین قوانین مدارس دنیا در این ویدیو قراره بهتون نشون بدیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید چون قراره شوکه بشید. در مدارس مکزیک، تایلند، نیجریه پوشیدن لباس فرم برای دانش آموزان اجباره و دانش آموزان حق ندارن بدون لباس فرم وارد مدرسه بشن. در انگلیس دانش آموزان حق ندارن بهترین دوست داشته باشن. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردی چنل رو ساب کنین، این ویدیو رو لایک کنین تا بریم ادامه ویدیو رو با هم بشنویم. در ژاپن دانش آموزا حق ندارن رابطه عاشقانه و دوستانه با هم برقرار کنند. در انگلیس معلم ها حق ندارن از جوهر قرمز برای تصحیح برگه امتحانی دانش آموزا استفاده کنند. حالا شما بگید در مدارستون چه قانون عجیبی وجود